سلام، امروز توی این ویدیو با این ویو خفن میخوام 5 تا موردی رو بهت بگم، 5 تا ترفندی که باعث میشه عکسات خیلی خاص و با کیفیت به نظر برسن. مورد اول اینکه پس زمینه عکساتو یه کوچولو تار کن. معمولا زمانی که تو داری توی یه منظره عکس میگیری یا یه جای عکس میگیری که پس زمینه شلوغی توی عکست داری یا اصلا یه پس زمینه باز و گسترده‌ای توی عکست داری، اگه بیای و پس زمینه عکساتو تار کنی، معمولا خیلی خاص و حرفه‌ای‌تر به نظر میرسه. نمونه‌شو ببین. یکی دیگه از مزیت‌های تار کردن پس زمینه عکس اینه که میاد شلوغی و حواس پرتی عکستون رو کمتر میکنه. پس اگر که میخواید عکسی بگیرید که شلوغی کمتری توش وجود داشته باشه، میتونید پس زمینه‌شو تار کنید. مورد دوم مخصوص جاهایی که داری توی یه منظره خیلی خاص و خفنی عکس میگیری. مثلا اینجایی که داری میبینی، مثلا کنار دریا، لب ساحل و یه منظره باز و گسترده، اگه میخوای وایسی اونجا و عکس بگیری، سعی کن قبل از اینکه عکستو بگیری دوربین رو بذاری روی حالت نیم یا روی حالت وایت که منظره رو بیشتر نشون بدی. و چون وقتی روی این حالت میذاری معمولا دوربین یه حالت یه کوچولو اعوجاج توی تصویرت ایجاد میکنه، همون اعوجاج وقتی توی منظره عکس میگیری باعث جذابیت و خاص شدن عکست میشه. مورد بعدی استفاده از عینک. معمولا زمانی که از عینک استفاده میکنی خیلی تو رو یه شخصیت با کلاس و خفن نشون میده. پس اگه میخوای توی عکسات خیلی خفن یا با کلاس بیفتی یا خاص بیفتی توی عکست، پس حتما از عینک استفاده کن. منظورم این عینک‌های آفتابی یا این عینک‌های رنگیه. البته الان این عینک مال من نیست و برای صورت من مناسب نیست، ولی خب کلا شما اگه میخواین خیلی خاص بیفتین توی عکساتون حتما از عینک‌های آفتابی استفاده کنید. مورد بعدی اینکه وقتی عکسات رو گرفتی، بعد از اینکه کلا عکاسی رو انجام دادی، عکستو ببری توی یک سری برنامه‌ها مثل برنامه لایت روم و یا پیکسارت و یا پریست روشون قرار بدی یا افکت روشون قرار بدی. معمولا یه سری پریست‌های رنگی یا یه سری افکت‌های رنگی یه سری جذابیت خیلی خاصی توی عکست ایجاد می‌کنن. پریست یا افکت چیه؟ یک سری ادیت‌های رنگ و نور آماده هستن. یعنی تو میای یه پریست رو اگر روی عکست قرار بدی، میاد رنگ عکستو خیلی بهتر می‌کنه، میاد نور عکستو خیلی خاص‌تر می‌کنه و استفاده از این پریست‌ها معمولاً عکسای تو رو خیلی جذاب و خاص نشون میدن. مورد آخر این که وقتی میخوای عکس بگیری سعی کن تابش نور خورشید روی سوژت بیفته. یعنی فرقی نمیکنه که تو داری از چی عکس میگیری، داری از محصولت عکس میگیری، داری از خودت عکس میگیری و داری از هر چیزی، داری از یه سوژه عکس میگیری، سعی کن تابش نور خورشید روی سوژت بیفته. چرا؟ چون معمولا نور خورشید عکس‌ها رو خیلی خاص‌تر میکنن، خیلی جذاب‌تر میکنن، ولی به یه شرطی که تو ظهر عکاسی نکنی. یعنی چی؟ یعنی مثلا ظهر چون خیلی شدت نور خورشید زیاده، اگه بری عکس بگیری این نور خورشید اتفاقا برعکس عمل میکنه و عکستو کلا بد نشون میده. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه هم شدت زیادی داره و هم که یه سری سایه ها باز با شدت زیاد توی صورتت ایجاد میکنه یا روی سوژت کلا ایجاد میکنه. ولی اگر که مثلا قبل از ظهر بری عکاسی یا بعد از ظهر بری عکاسی، یه تایمی که نور خورشید نرمتر شده، یه تایمی که شدت نور خورشید کمتر شده، اگه نور خورشید، اشعه نور خورشید بیفته روی سوژت، خیلی سوژت رو جذاب میکنه. پس حتما ازش استفاده کن. مخصوصا اگر که داری از محصول عکس میگیری هم میتونی از این تکنیک استفاده کنی. محصولت رو میتونی ببری کنار یه پنجره و این نور خورشید به محصول بتابه و ازش عکس بگیری و اینجوری میتونی کلی عکس جذاب و با کیفیت هم بگیری. یکی دیگه از مزیت‌های این مورد آخری که بهتون گفتم اینه که وقتی نور خوبی توی عکستون ایجاد میشه، وقتی نور میتابه روی صورت سوژه‌تون یا کلا روی سوژه‌تون، هر چیزی که هست، عکساتون رو با کیفیت‌تر هم میکنه. نور رابطه مستقیم با کیفیت عکس داره و اگه نور عکست خوب باشه، کیفیت عکست هم خیلی خوب میشه. پس حتما از این 5 تا موردی که گفتم استفاده کن که هم بتونی عکسای خوب و با کیفیت بگیری و هم که عکسای خیلی خاص و با کلاس بگیری. در نهایت مرسی که تا اینجا ویدیو همراهم بودی. امیدوارم که بتونی کلی عکس جذاب بگیری و تا ویدیوی بعدی فعلا خدافظ.